سگ من وقتی ما رو میبینه زودتر از من فرار میکنه، اما این یکی انصافا عجب سگیه. ظاهرا به غیر از محافظت از گله وظیفه محافظت از چوپانم بر عهده داره. ببینید چجوری با یک کفش مار در میفته. البته من تایید نمیکنم، این مبارزه 50-50 است. اگر مار بمیره یه گونه ارزشمند از طبیعت حذف شده، چون کفش مار به همین راحتی دم به تله نمیده. و اگه سگ بمیره یک سگ نجاتدار اصیل هم بین رفته و این مبارزه اصلا خوشایند نیست. ولی به هر صورت صحنه جالب بود، خواستم شما ببینید. نژاد سگ رو نمیدونم، سراب نیست، حالا دیگه چه نژادیه، ولی خیلی جنم داره. ببینید با یک کفش مار در میافته. دوستان لطفا پایین نظرتون رو بنویسید. به نظرتون این کار خوشاینده؟ خوبه؟ 2 تا سگم ولی یکیش خیلی جنم داره. ببینید یکی با قشنگ با کفش مار داره در میافته.